سلام، مینو هستم در خدمت شما دوستان با مراقبه و پاکسازی چاکرای ریشه یا مولادهارا. در موقعیتی آرام و ساکت قرار بگیرید. در خلال این مراقبه میخوایم روی ارتباط مجدد، حس اقتدار، توانایی و همینطور ارتباط با زمین تمرکز کنیم و برای جذب پول و ثروت و فراوانی و شروع کارها، ارتباط، امنیت و بیماری هایی که به چاکرای ریشه مرتبط هست مثل ستون فقرات، پاها، کمخونی و تکثیر سلولی کار کنیم. تمام دوستانی که در این مراقبه همراه ما هستن پاکسازی میشن و انرژی رو به شکل‌های مختلفی دریافت و حس می‌کنن. حال مراقبه رو با چند نفس عمیق شروع می‌کنیم. دم 5 ثانیه، بازدم 5 ثانیه. چند بار این تنفس رو انجام بدیم تا کاملا ریلکس و عمیق بشید. حال که آماده اید چشماتون رو ببندید و به تنفس عادی برگردید. حالا بدن خودتون رو چک کنید و هر گونه تنشی احساس کردید اونو با بازدم آزاد کنید. از بالاترین نقطه یعنی سرتون شروع کنید و تا انگشتان پا ختمش کنید و با حس کردن هر تنش و انقباضی با نفسی عمیق اونو از بدنتون خارج کنید تا کاملا ریلکس بشید. حالا تمام تمرکز خودتون رو به انتهای ستون فقرات و محل چاکرای ریشه ببرید. آگاهی خودتون رو توی این نقطه آزاد کنید و به هیچ چیز جز این نقطه اهمیتی ندید. کل تمرکزتون رو بین مقعد و آلت تناسلیتون ببرید و نور قرمز و درخشانی رو در حال چرخش تصور کنید که با هر دم و بازدم به داخل ریشه و کل بدنتون وارد میشه. این نور بسیار قوی و قدرتمنده و هر گونه تنش و انسداد رو آزاد و باعث پاکسازی میشه. چند بار تنفس نور قرمز رو انجام بدید. حال با من تکرار کنید. من در امنیت کامل به سر میبرم. امنیت در اعماق وجود من غوطه‌ور است. امنیت را در تک تک سلول‌های بدنم احساس می‌کنم و بابت این امنیت و آرامش از پروردگارم سپاسگزارم. بدن من از سیستم ایمنی منحصر به فردی برخوردار است. من در پناه پروردگارم هستم. دم، بازدم. تصور کنید از طریق پاها به زمین متصلید. در این حالت خودتون رو مثل یک درخت کهنسالی که
در زمین ریشه زده تصور کنید. دم بازدم. نور قرمز رو در چارچوی ریشه خود تصور کنید که هر لحظه درخشان و درخشانتر میشه. دم بازدم. حالا میخوایم چاکرای ریشه رو ببندیم تا انرژی در بدنمون موندگار باشه. تصور کنید مثل گلبرگ های گل یکی یکی بسته میشه. به آرامی گلبرگ های گل رو ببندید. چند نفس عمیق بکشید و چشماتون رو باز کنید.